بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید برنامه خودتان، برنامه بازسازی اندیشه را مشاهده می کنید، خدمت تک تک شما سروران و بزرگواران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که از نعمات بیکران الهی بهره‌مند بوده باشید. با توفیق پروردگار با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم و به اجازه شما سروران خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح کارشناس برنامه نیز عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. جناب استاد سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما استاد گرامی و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستند عرض سلام و ادب دارم و در خدمتتان هستم. تشکر جناب استاد. خب بینندگان گرامی، اگر مستحضر و به یاد داشته باشید، ما طی چند قسمت گذشته این برنامه زیر عنوان درشت دینشناسی پیرامون دین یهودیت صحبت‌های داشتیم و محاور را در این ارتباط تخصیص دادیم در ارتباط به تعریف یهود، مصادر یهود که البته شامل تورات و ملحقات آن و همچنین تلمود و پروتکل های بنی صهیون میشه و همچنین در ارتباط به تاریخ یهود، فرقه های یهود، برخی از شاعر و مناسبت های یهود و همچنین اخلاق یهود از خلال قرآن کریم به صورت تفصیلی صحبت کردیم و مبحث شناخت یهودیت را در برنامه گذشته یا در قسمت گذشته به اتمام رساندیم و وعده نمودیم که در این برنامه مبحث شناخت نصرانیت یا به تعبیر دیگر مسیحیت را آغاز می کنیم و انشاءالله در این برنامه به تعریف نصرانیت خواهیم پرداخت و همچنین واژه یا اصطلاح مسیحیت را واضح خواهیم کرد و در ارتباط به شناخت عیسی مسیح علیه السلام از خلال قرآن کریم و سنت نبوی صحبت‌های خواهیم داشت. امیدواریم که تا آخر لحظه این برنامه با ما باشید و همچنین در قسمت دومی برنامه که مربوط شماست، شما عزیزان می توانید سوالات و صحبت‌های خود را در ارتباط به موضوع مورد بحث مطرح کنید. خب جناب استاد گرامی، بحثمان را اگر از تعریف نصرانیت چه از نگاه لغت باشه و چه از نگاه اصطلاح آغاز کنیم بهتر خواهد بود. جناب استاد، نصرانیت خب میدانید که اولا خوبه که برای بینندگان عزیز و گرامی عرض کنم که نصرانیت خب یک دینه که همه میدانند. بله. ولی اگر خواسته باشیم از نظر لغت و اصطلاح ما این را تعریف بکنیم،
نصرانیت خودش از کلماتی گرفته شده که به هر حال حرفای گفته شده که این از کدام کلمه گرفته شده. برخی ها میگن که از کلمه نصرانه گرفته شده، نصرانه، که با آن ناصره یا ناسوریه هم میگویند. هر سه تا در یک معنا هست، ناصره و همچنین نصرانه و ناسوریه. هر سه این به یک معناست که قریه در الجلیل در اونجا حضرت عیسی علیه السلام بود و باش داشته. بنابراین کسانی که یعنی خودشان را نسبت میدن به عیسی علیه السلام و میگن ما نصرانی هستیم و نصرانیت هست، همین نصرانی برگرفته از همان ناصریه یا نسوریه می باشه. و برخی دیگر میگن که ما حقیقتا این نصارا از نصرت دهندگان گرفته شده یا از کسانی گرفته شده که نصرت دادن عیسی علیه السلام، که در حقیقت این درست نیست. اگر مسئله نصرت را ما مطرح بکنیم یا مسئله کمک کردن به حضرت عیسی علیه السلام مطرح بکنیم، باید جمعش نصارا نباشه، بلکه باید جمعش باشه انصار. جمعش باید باشه انصار نه نصارا. پس بنابراین نصارا به همان معناست که گفتیم برگرفته از قریه است که حضرت عیسی علیه السلام در اونجا زندگی می کرده و معروفه، حتی در کتاب مقدس هم معروفه که عیسی ناصری میگن. عیسی ناصری میگن چون عیسی علیه السلام حقیقتا در اونجا زندگی می کرده، در همان منطقه ناسوریه یا در منطقه ناصره بگین، یا قریه‌ای که جزء از توابع شهر الجلیل بوده و اینجا حضرت عیسی علیه السلام زندگی میکرده و جمعش هم هست نصارا. جمعش هست نصارا و این معنای نصرانیت در لغت. اما در اصطلاح خب حالا هر کس از خود یک تعریفی داره. ما مسلمان ها وقتی تعریف میکنیم نصارا را، میگین که نصارا یا نصرانیت دینی است که اصل آنجا میگیم، نه آن دینی که فعلا وجود داره. میگین که اصلش دینی است که الله سبحانه و تعالی آن را به عیسی علیه السلام نازل کرد و عیسی علیه السلام به عنوان پیامبر الهی و به عنوان یکی از انبیای بنی اسرائیل فرستاده شد تا آنچه که دستکاری های نسبت به تورات صورت گرفته بود آن را اصلاح بکنه و الله سبحانه و تعالی کتابی به نام انجیل برای عیسی علیه السلام داد که ما ان شاء الله بعداً در مورد انجیل هم به طور تفصیل صحبت خواهیم کرد و مسائل را پیرامون انجیل هم طرح خواهیم نمود ان شاء الله. حالا این تعریفیه که ما مسلمان ها داریم که اصل نصرانیت حقیقت امر اینه که دینی است که الله سبحانه و تعالی به حضرت عیسی علیه السلام فرستاد و حضرت عیسی علیه السلام پیروانی هم داشت. اما آنچه که امروز به عنوان مثال به آن نصرانیت گفته میشه، ما آن را یک ادعا میدانیم. کسانی که ادعا میکنند و به گمان خودشان فکر میکنند که آنها پیروان عیسی علیه السلام هستند، بناهن به اونها میگویند نصرانی. کسانی که ادعا میکنند و گمان میکنند، این نکته را عزیزان و بینندگان در ذهن خودشان بسپارند که بار بار تکرار میشه که اونها ادعا میکنند و گمان میکنند، چون حقیقت امر این نیست که آنها پیروان عیسی علیه السلام باشند، بلکه پیروان پولس هستند که ما بعدا ان شاء الله آنجا واضح خواهیم ساخت که در اناجیل چی وجود داره و در نامه های پولس چی وجود داره و پولس چی خیانتی را به دین عیسی علیه السلام کرد و مرتکب شد. امروز اینها خودشان را نصرانی کمتر میگن، بیشتر میگن ما مسیحی هستیم. بیشتر اطلاق مسیحی به اینها میشه. در قرآن کریم اول اجازه بدین، در قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به اینها اهل انجیل گفته شده. مثلا الله سبحانه و تعالی میگه ولی احکم اهل الانجیل بما انزل الله، و همچنین به اینها اهل کتاب گفته شده که الله سبحانه و تعالی در جاهای متعدد میگه، از جمله در سوره نساء وقتی میگه قل یا اهل الكتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا علی الله غیر الحق. بعد در مورد عیسی علیه السلام صحبت میکنه و الله سبحانه و تعالی به این مردم اهل انجیل میگه، اهل کتاب میگه و نصارا هم میگه و نصارا هم به اینها میگه. از جمله اینکه الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الی آخر آیاتی که وجود داره. بنابراین این اصطلاحات، اصطلاح نصارا، اصطلاح اهل انجیل و اصطلاح اهل کتاب، به این مردم یعنی به نصرانی ها استفاده شده در قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما ما در قرآن کریم
و در سنت رسول الله علیه السلام چیزی به نام مسیحی نداریم که به اینها مسیحی گفته بشه. به همین واسطه علما میگن که شایسته نیست به اینها مسیحی بگوییم، اگرچه اینها خودشان را امروز تحت عنوان مسیحیت یا تحت عنوان مسیحی خودشان را ملقب میکنن و مسما میکنن. ولی حقیقت امریه که اگر ما به آنچی که اینها انجام میدن و فعلا کارهایی که اینها میکنن و اعتقاداتی که از باب تسلیس دارن یا به اقنوم ثلاثه، اقانیم ثلاثه مثلا اعتقاد دارن و باور دارن، یا به مسئله الوهیت عیسی علیه السلام یا به مسئله حلول عیسی علیه السلام و بقیه مسائلی که مسئله صلب و فدا و مسائل دیگه هست، اینها اعتقاد دارن هیچ ربطی به عیسی علیه السلام نداره، هیچ ربطی به عیسی علیه السلام نداره، بلکه اینها ساخته و پرداخته خود اینهاست که برخی از مجامع کلیسایی که در طول تاریخ به وجود آمد اینها را به وجود آوردن، که ان شاء الله ما بعدا در مورد مجامع کلیسایی اینها هم صحبت خواهیم کرد. حالا به هر صورت المهمی که جناب استاد این را بفهمیم که مسیحیت در قرآن کریم لفظ به نام مسیحی نه در قرآن آمده و نه در سنت رسول الله علیه السلام، و آنچه که امروز اینها به خودشان نسبت میدن که ما مسیحی هستیم، این در حقیقت یک دروغه و یک نسبت کاملا ظالمانه هست و یک نسبت کاملا بیجا هست که هیچ ربط اینها به مسیح علیه السلام ندارن، بلکه یک غلط فهمی هست یا بگین یک نسبت دروغی هست، مثل که بقیه در طول تاریخ خودشان را نسبت دادن به برخی از گروه ها و به برخی از انبیا علیهم السلام، مثل یهودی ها خودشان را نسبت دادن به موسی علیه السلام، مثل اینها هم که خودشان را نسبت میدن به عیسی علیه السلام، ولی اینها هیچ ربطی به عیسی علیه السلام و به مسیح علیه السلام ندارن، بلکه به اینها باید یا نصرانی گفت یا اهل انجیل گفت یا اهل کتاب. نسبت مسیحیت به اینها اصلا درست نیست و نباید به اینها مسیحی گفت، اگرچه امروز اینها خودشان را مسیحی معرفی میکنن و میگن ما مسیحی هستیم، بلکه همان لفظ نصرانیت و لفظ اهل انجیل یا اهل کتاب به اینها شایسته تر است. پس جناب استاد از نگاه لغت گفتین نصرانیت منسوب به شهر ناصریه یا ناصوریه که منطقه یا قریه یا روستای ناصوریه که مربوط الجلیل میشه، فکر کنم امروز در فلسطین موقعیت داره، منسوب به مکانی هست نصرانیت، منطقه قریه هست. و کاربرد مسیحیت چنانه که شما عرض کردین شایسته نیست و اینا اتباع مسیح علیه السلام نیستن، پیروان مسیح علیه السلام نیستن، فقط مدعیان بیش نیستن، که البته ما شما فکر کنم در برنامه‌های قبلی هم به این موضوعات به صورت گذرا اشاره کرده بودیم، اما نظر به تقاضای بیننده ها باز خواستیم که دوباره چون بحث دین شناسی مطرح شد دوباره مسیحیت نصرانیت ببخشین به تعریف بگیریم از نگاه لغت و اصطلاح و همچنین به تعریف مسیح علیه السلام از خلال قرآن کریم پردازیم. خب اگر جناب استاد وارد شویم به بحث شناخت حضرت عیسی یا حضرت مسیح علیه السلام از خلال قرآن، اما اگر اجازه بدین قبل از این که ما به بحث شناخت وارد شوم، درباره کلمه مسیح یا مسیحیت اگر سوال داشته باشیم که چی معنی ارائه میکنه؟ جناب استاد ما بارها گفتیم که اینها خودشان را مسیحی میگویند. مسیحی یک نسبت است به سوی مسیح علیه السلام که در 13 جای قرآن کریم لفظ مسیح آمده و به عیسی علیه السلام نسبت داده شده. یکی از نامهای عیسی علیه السلام یا یکی از نسبتها، بگین نام نه، یکی از نسبتهایی که به عیسی علیه السلام در قرآن کریم داده شده لفظ مسیح است. در این باره برخی از علما حرف زدن و صحبت کردن، چون ما دو تا مسیح داریم، یکی مسیح دجال هست، یکی مسیح عیسی علیه السلام هست. دو مسیح هست. ما چون در برخی از دعاها مثلا هست که الله سبحانه پیامبر علیه السلام میگه اللهم انی اعوذ بک من فتنه المسیح الدجال. این منظور دجال هست، منظور عیسی علیه السلام نیست. پس ما دو تا مسیح داریم. در شرح این احادیثی که در مورد مسیح دجال آمده برخی از علما حرفایی گفتن، از جمله علامه ابن عبدالبر رحمه الله که صاحب کتاب التمهید هست و کتاب الاستذکار هست که متوفای سال 463 هست، یعنی از علمای قرن پنجم می باشه. ایشان در کتاب التمهید میای قول ابن الانبار در این مورد نقل میکنه
که معنای مسیح چیست. اول میه مسیح علیه السلام میگه چرا به عیسی علیه السلام مسیح گفته شده، اون را میه شرح میکنه. بعد میه مسیحی که به دجال نسبت داده شده چرا مسیح گفته شده. حقیقت امریه که خود مسیح، برخی از لغت شناس ها میگن که مسیح به وزن فعیل هست و فعیل یعنی در زبان عربی و لغت شناسی عربی وقتی ما داخل میشین، وقتی که شیئی، کلمه یا چیزی به وزن فعیل باشه به دو معنا استفاده میشه، یکی معنای فاعل و یکی معنای مفعول، یعنی ممسوح و سامح میشه گفت، یعنی یا کسی که مسح میکنه، دست میزنه. حالا به حضرت عیسی علیه السلام که مسیح گفته شده، علامه ابن عبدالبر رحمه الله نقل میکنه از عالم دیگری در کتاب التمهید که در جزء 14 در این مورد صحبت میکنه، میگه که مسیح در حقیقت علما گفتن که اشتقاق مسیح از 5 چیز شده، یعنی هر کس قولی داره. برخی ها گفتن که از این اشتقاق شده، برخی ها گفتن از این گرفته شده. اشتقاق یعنی چیزی که از چیز دیگر گرفته بشه، اون میگن اشتقاق. از جمله مسائلی که میگه که میگه مسیح از سیاحت گرفته شده، به معنای گشت و گذار. مسیح از سیاحت گرفته شده. البته قول هست دیگه، علما هر کس از خود نظری داره، ولی در قرآن کریم گفتیم که به مسیح علیه السلام همان عیسی هست، چون نسبت داده شده در 13 جای قرآن کریم به عیسی علیه السلام نسبت مسیح داده شده. انما المسیح عبدالله، انما المسیح در چی میایه؟ در سوره مبارکه مائده الله سبحانه و تعالی صحبت میکنه و همچنین در سوره آل عمران در مورد مسیح علیه السلام صحبت میکنه. خب به هر صورت جناب استاد اینجا مسیح یکی از معانیش میگن از سیاحت گرفته شده، اشتقاق شده از سیاحت و گردشگری، چون عیسی علیه السلام گشت و گذار زیاد میکرد، کو دشت و بیابان و این طرف آن طرف زیاد میرفت. این یکی از معانیش هست که برخی از علما آن را میگن. برخی دیگه میگن که مسیح خودش از این گرفته شده که پای حضرت عیسی علیه السلام ممسوح بود، یعنی اخمص الرجل یا اخمص القدم بود، به این معنا که نمیتونست که کف پا خود را به زمین بگذاره. به این واسطه ممسوح میگن، به این معنا بوده که یعنی در زبان عربی به اون میگن اخمص الرجل یا اخمص القدم میگن، به این معنا که پای خود را نمیتونه کف پا را بگذاره روی زمین یا شکم پا را بگذاره به روی زمین، این قسمت پا را نمیتونه، یا شکم که گفتین. بله. به این واسطه میگن که برایش مسیح میگن که در اینجا به معنای ممسوح هست، یعنی پایش ممسوح بوده، اخمص الرجل بوده. برخی دیگه میگن چون از عیسی علیه السلام از شکم مادر وقتی متولد شد روغن مالیده بود، ممسوح بود با روغن، به این واسطه به اون میگن مسیح. و برخی دیگه میگن که مسیح به این واسطه بود که وقتی دست روی مریض میکشید شفا میافت. وقتی مسح میکرد و دست میکشید روی مریض، حالا روی کور مادرزاد، شخصی که مثلا پیسی مادرزادی داشت و از این قبیل مریضی هایی که بود، حتی مرده وقتی دست میکشید زنده میشد و از این قبیل حرفایی که در قرآن کریم وجود داره که ما بعدا ان شاء الله به شرح آن خواهیم پرداخت. و برخی دیگر میگن مسیح یعنی صدیق، یعنی راستگو. این هم قولی است. به هر حال این 5 قول را امام ابن عبدالبر رحمه الله در کتاب التمهید که بنده اینجا آن را یادداشت کردم، جزء 14 که گرفتم، صفحه 187 به طور تفصیل، یعنی تفصیل بسیار کوتاه، یعنی تفصیل میشه گفت، صحبت میکنه، اشتقاقش را صحبت میکنه که من به صورت خلاص آن را به خدمت شما عرض کردم. و باز بعد میاد در مورد مسیح دجال به دنبال آن صحبت میکنه که چرا به آن مسیح میگن. میگه از جمله حرفایی که گفته شده به خاطر این بوده که مسیح یعنی ممسوح، چون یک چشم دجال مسح کشیده، یعنی مالیده، کلا چشمش جای چشم وجود داره ولی مالیده، چشمش مشخص نیست و کوره از یک چشم. به این واسطه به اون هم میگن مسیح. و علتهای دیگری هم در مورد اون مسیح دجال هم گفته شده. حالا بگذارین از این حرف که خیلی طولانی نشه، المهم این که امام ابن عبدالبر رحمه الله این حرف رو در کتاب التمهید نقل میکنه و میگه که هر کس گفته، هر کس نظریه علما رو نقل میکنه که اشتقاق مسیح از چی شده. حالا که این درست باشه آن درست باشه، کدام یکی درست باشه، که حقیقت امریه که ما به صورت اطلاق بگین که مسیح علیه السلام همان عیسی علیه السلام می باشه. و وقتی اینها میگن مسیحی یعنی خودشان رو به عیسی علیه السلام نسبت میدن. پس نسبت مسیح به مسیحیت به نصرانی های امروز
اشتباه است و خطاست. صادق نمیه. حقیقت امر اینه که اگر ما مراجعه بکنیم به عقیده و باور حضرت عیسی علیه السلام اصلا اینها صادق نمیایه به اینها بگین مسیحی. بله. خب جناب استاد اگر اجازه بدید ما قبل از اینکه چون فکر کنم اگر وارد شدیم به بحث معرفی عیسی مسیح علیه السلام از خلال آیات قرآن کریم خیلی بحث مفصل و بحث جالب و طولانی است. اگر اجازه بدیم ما به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه. پس از این میان برنامه انشالله به معرفی حضرت عیسی علیه السلام از خلال آیات قرآن کریم خواهیم پرداخت. با ما باشید. خب بینندگان عزیز و گرامی با عرض سلام مجدد و دوباره بحثمون را در رابطه به شناخت نصرانیت پی میگیریم و جناب استاد چون که قبل از میان برنامه از شما سوال کردم میپردازیم به تعریف حضرت عیسی علیه السلام از خلال آیات قرآن کریم. جناب استاد اگر پیش آن اجازه بدین که من در مورد به طور مجمل عقیده مسلمان ها را پیرامون عیسی علیه السلام نقل بکنم. شما می‌دانید که متاسفانه امروز هم مثل زمانهای گذشته و مثل بقیه مسائل برای نصرانی ها متاسفانه باید بگین که مسائل واجگون نشان داده میشه. مثل خیلی از مسائل دیگر گویا به شکل نشان داده میشه که عیسی علیه السلام مسلمان ها دشمن عیسی هستند و مسلمان ها با عیسی علیه السلام مشکل دارن. مثل که روافض همیشه میگن که گویا اینها با ائمه بزرگوار مشکل دارن، با حضرت علی مشکل دارن، با حضرت حسین مشکل دارن. جالب بر اینه که دیروز در یکی از برنامه ها وقتی بنده صحبت میکردم یکی از برادران اهل تشیع آمد از من سوال میکنه که تو عمر قبول داری یا حسینه؟ خب در جواب این چی بگم؟ گفتم هر دو را قبول دارم اما نه آن قبول داشتنی که تو داری. حالا جناب استاد این تلقایی آمد به هر صورت. خب ربط داره وقتی حالا عیسی هم بیای پرسان کنه که تو پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر میشناسی یا عیسی را؟ بله جناب استاد حقیقت امریه که گفتیم مسائل واجگون نشان داده میشه. ما همیشه میگن که ای کاش این مردم از هر دو طایفه و تمام طوائف حداقل انصاف داشته باشن، با انصاف باشن، حقایق را بگن. یعنی شخصی بیایه به عنوان مثال در میان اهل سنت و در میان روافض بیایه کسی بگه که اهل سنت دشمن اهل بیت هستند، واقعا این جفا هست. واقعا این جفا هست. این همه احادیثی که در کتب اهل سنت وجود داره ما چگونه این را میتونیم انکار بکنیم؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حضرت حسن، حضرت حسین و بقیه ائمه بزرگوار اینها نور چشم ما هستند. ما چگونه میتونیم در برابر اینها بی ادبی بکنیم یا خدای نکرده نسبت به اینها دشمنی و جسارتی داشته باشیم؟ حالا جناب استاد این مسیحیت هم متاسفانه یا نصرانیت هم از همین حیله استفاده میکنه برای اینکه پیروان خودش را به سمت سوی خودش بکشه و نگذاره که از دستش خارج بشن. این یک حیله هست حقیقتا. یعنی راه هدایتشون، راه رستگاریشون به سوی دین اسلام مسدود کنن. بله نمیگذارن که اینها بفهمن که مسلمان ها پیرامون عیسی علیه السلام چی نظریه و چی دیدگاهی دارن. ما اگر به صورت کلی بگین عیسی علیه السلام بنده الله هستند و عیسی علیه السلام پیامبر الله هستند. دیدگاه مسلمان هست. بله دیدگاه ما مسلمان هاست. عیسی علیه السلام و محمد صلی الله علیه و سلم و موسی علیه السلام و بقیه انبیا علیهم السلام همه از جانب الله فرستاده شده. بله. و هر کسی که عیسی علیه السلام را رد بکنه و قبول نکنه به نزد ما مسلمان نیست و کافره. این در این ما هیچ حرفی هم نداریم. بله در این هیچ حرفی نداریم جناب استاد، در این هیچ حرفی نداریم. هر کسی که بیا یکی از انبیا علیهم السلام را مثل حضرت عیسی را
انکار بکنه بدون شک و تردید کافر در نزد ما. چون قرآن کریم میگه لا نفرق بین احد من رسله، لا نفرق بین ما در احد من بین رسله. هیچ یک از انبیا علیهم السلام فرق نمیگذاریم. این فرق در فضائل نیست، چون برخی ها باز از این حرف ما سوء استفاده میکنن و نمیفهمن آیات قرآن را. میگه پس چرا میگید محمد صلی الله علیه و سلم از همه اینها افضل است؟ این در بحث ایمانداری است، یعنی ایمان ما هیچ فرق نسبت به انبیا علیهم السلام نداره، هیچ فرق نمیکنه. ما هیچ فرق نمیگذاریم در میان انبیا علیهم السلام آنگونه که قرآن کریم برای ما یاد میده. پس بنابراین ایمان به عیسی علیه السلام، ایمان به مسیح علیه السلام، ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و ایمان به الله هست. و کسی که ایمان به مسیح علیه السلام نداره در حقیقت ایمان به پیامبر هم نداره. چرا؟ چون همان رسول الله علیه السلام آمده و از حضرت عیسی حرف زده و همین قرآن از حضرت عیسی حرف زده. کسی که میه عیسی علیه السلام را نعوذ بالله سب و شتم میکنه یا دشنام میده یا انکار میکنه و خودش را مسلمان میگه، ما میگیم تو مسلمان نیستی و از دایره اسلام خارجی، چرا که تو خیلی از آیات قرآن کریم را رد میکنی و خیلی از گفتار رسول الله علیه السلام که پیرامون مسیح علیه السلام و عیسی علیه السلام آمده آن را رد میکنی. پس به هیچ صورت یک فرد نمیتونه که هم مسلمان باشه و هم نسبت به عیسی علیه السلام نعوذ بالله بی ادب باشه و یا اینکه عیسی علیه السلام را رد بکنه. اما متاسفانه بگین که کلیساها در طول سال، در طول زمانها، متاسفانه در طول قرون از این حیله استفاده کردن، به خاطر اینکه یک فرد نصرانی و مسیحی این رو نفهمه که مسلمان دوستدار عیسی علیه السلام هست. چگونه میتونه یک فرد مسلمان باشه و عیسی علیه السلام را دوست نداشته باشه و خدای نکرده نسبت به او بدبین باشه؟ اما ما در قرآن کریم اگر مراجعه بکنیم، جناب استاد من گفتم که در 13 جای قرآن کریم یا در 13 بار در قرآن کریم لفظ مسیح به عیسی علیه السلام استفاده شده. و جالب بر اینه که جناب استاد این را یک فرد مسیحی بفهمه، یک سوره در قرآن کریم به نام مادر عیسی علیه السلام آمده، سوره مریم. به طور تفصیل الله سبحانه و تعالی در این سوره در مورد فرزندش یعنی عیسی علیه السلام و مادرش مریم علیه السلام به صورت تفصیل صحبت میکنه و در بقیه سوره ها هم الله سبحانه و تعالی از مریم علیه السلام دفاع میکنه. آن چیزی که در تلمود متاسفانه به حضرت عیسی و به حضرت مریم علیه السلام متاسفانه نسبت داده شده، نعوذ بالله، که بسیار خطرناک، ما در برنامه گذشته گفتیم. الله سبحانه و تعالی در چندین آیه در قرآن کریم پیرامون این موضوع صحبت میکنه. جالبتر از همه اینه که جناب استاد نام عیسی علیه السلام 25 بار در قرآن کریم آمده. 25 بار الله سبحانه و تعالی نام عیسی علیه السلام را آورده و ذکر کرده، در حالی که نام محمد رسول الله علیه السلام 4 بار آمده. عجیب. فقط 4 بار در سوره بله نام محمد یعنی به لفظ محمد صلی الله علیه و سلم 4 بار آمده، در سوره آل عمران، در سوره احزاب، در سوره محمد و در سوره فتح، در 4 جا آمده. اما نام عیسی علیه السلام در 11 سوره قرآن کریم 25 بار ذکر شده. یعنی اگر این 11 سوره را که مکررن آمده 25 بار الله سبحانه و تعالی از حضرت عیسی علیه السلام یاد آوری کرده و نام عیسی علیه السلام را آورده. اما یک نکته را در اینجا عرض بکنم، شاید کسی بگه خب چرا شما میگید محمد صلی الله علیه و سلم فضیلتش بیشتر در حالی که 4 بار آمده؟ این دلالت صریحی میکنه بر این که این قرآن از جانب محمد نیست بلکه از جانب الله است. وگرنه نام محمد صلی الله علیه و سلم باید بیشتر از انبیای دیگر می آمد، در حالی که نام ایشان صراحتا 4 بار آمده. اما اینجا یک نکته دیگری بگم که جالبه که فضائل رسول الله از جمله فضیلت رسول الله علیه السلام در قرآن اگرچه ربطی به بحث ما نداره ولی اشاره بکنم به این موضوع هم. شما در کل قرآن کریم ببینین در هیچ جای نیامده که الله سبحانه و تعالی گفته باشه یا محمد، ولی آمده یا عیسی، یا موسی، یا آدم، یا ابراهیم، از این قبیل الله سبحانه و تعالی آنها را به اسمایشان صدا کرده. اما محمد صلی الله علیه و سلم 4 جایی که نامشان آمده به شکل خبر آمده، نیامده که الله سبحانه و تعالی ایشان را مخاطب قرار بده، بلکه در هر جایی که پیامبر علیه السلام را الله سبحانه و تعالی مخاطب قرار داده گفته یا ایها النبی، یا ایها الرسول،
این گونه الله متعال پیامبرش را خطاب میکنه که این در حقیقت جایگاه و فضیلت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. احترامی که الله متعال به پیامبرش داره صلی الله علیه و سلم که ایشان را به نامشان صدا نمیکنه و به همین جهت میبینید در سوره مبارکه نور الله متعال امتشان را هم منع میکنه از این که ایشان را به نامشان صدا بکنن. میگه پیامبر مثل که شما هم دیگر را صدا میکنین صدا نکنین. حالا به هر صورت جناب استاد بیایم سر بحث. عیسی علیه السلام گفتیم لفظ عیسی یعنی کلمه عیسی 25 بار در قرآن کریم آمده، در 11 سوره به صورت یعنی اشارتا یا به صورت اخبار آمده یا به صورت ندا آمده که الله متعالشان را صدا کرده و ندا کرده، یا اخبار آمده از روز قیامت که در روز قیامت الله متعالشان را صدا میکنه به نامشان یا عیسی یا عیسی، یا به الفاظ دیگه آمده یا از ایشان یادآوری شده. ما اگر به برخی از آیاتی اشاره بکنیم که صفات ایشان را الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم یادآوری میکنه. اول از سوره مبارکه مریم شروع بکنیم، سوره‌ای که به نام مادرشان هست. به نام مادرشان هست. در سوره مبارکه مریم آیت 30 31 32 33 34 35 و 36 اگرچه از اول سوره در مورد ایشان هست، فقط این آیات را بنده در مورد عیسی علیه السلام نقل میکنم که بعد از اینکه مادرش او را گرفته با آغوشش میاره و بعد یهودی ها به او میگن که مادرت خب زناکار نبوده، نعوذ بالله، تو چرا با این فرزند آمدی؟ و چنانچه الله متعال قبلا در این سوره میگه که برای مریم گفته شد که تو شکل وانمود بکن که روزه داری، یعنی روزه سکوت، چون در میان اونها بوده روزه سکوت داری و حرف نمیزنی. و مریم علیه السلام در قرآن کریم به صورت واضح آمده جناب استاد. من فعلا یعنی ترجمه آیات میگم. حضرت مریم علیه السلام به طفلش اشاره میکنه و برایش میگن چگونه این فرزند تو صحبت میکنه، این خود طفله، چگونه این صحبت میکنه؟ در ادامه میایه که قال انی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا. الله سبحانه و تعالی از زبان عیسی علیه السلام نقل میکنه که عیسی علیه السلام در گهواره با حالتی که خورد یعنی جدید و نو متولد شده، در گهواره بود، به نطق آمد. بله به نطق آمد، گفت اینی عبدالله، من بنده خدا هستم، آتانی الکتاب و جعلنی نبی، و الله برای من کتاب داده و مرا نبی قرار داده، و جعلنی مبارکا اینما کنت و اوصانی بالصلاة و الزکات ما دمت حیا، و الله سبحانه و تعالی مرا مبارک و نیک گردانیده و اینما کنت، به هر جایی که باشم الی آخر، و برم به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. الله سبحانه و تعالی میگه که عیسی علیه السلام صحبت کرد، گفت من دستور داده شدم که با مادر خود نیکوکار باشم. و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، و سلام بر من باد روزی که متولد شدم، روزی که بمیرم و روزی که دوباره زنده بشم. ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون. الله سبحانه و تعالی بعد میه در مورد عیسی علیه السلام به صورت تفصیل صحبت میکنه آنچه که یهودی ها و نصرانی ها به اون نسبت دادن، و بعد میه در ادامه در آیه 36 میگه و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، که بعدا این در بحث تسلیس ان شاء الله به درد ما میخوره و اونجا لازمه که بیشتر تفصیل صحبت بشه در موردش. این در سوره مبارکه مریم بود. بیاین در سوره مبارکه آل عمران آیه 45 الله سبحانه و تعالی میگه که وقتی که بشارت داده میشه به مادرش به مریم علیه السلام که الله متعال به تو فرزند میده، برخی از صفات این فرزند در اونجا گفته میشه که الله متعال میگه قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. الله سبحانه و تعالی میگه وقتی که فرشته و ملک به مادر مریم، به مادر عیسی علیه السلام که مریم باشه، به او گفت بشارت داد که برای تو الله متعال فرزند میده که نامش مسیح عیسی ابن مریم هست، وجیها فی الدنیا که صاحب آبرو و عزت و کرامت و شرافت و احترام هست در دنیا و در آخرت، و من المقربین و از نزدیکان درگاه الله سبحانه و تعالی، و یکلم الناس فی المهد و کهلا من الصالحین. بعد میه و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیه من ربکم الی آخر آیات که در سوره مبارکه آل عمران الله سبحانه و تعالی به صورت تفصیل در این مورد صحبت میکنه. الله سبحانه و تعالی در مورد عیسی باز هم در سوره مبارکه آل عمران که بیشتر سبب نزول آیات را میگن که اینها در حقیقت صحبت هایی بوده که رسول الله علیه السلام با نصرانی های نجران صحبت داشتن که اونها آمده بودن به شکل مناظر و مناظره بکنن با رسول الله علیه السلام و برخی از مسائل مطرح کردن و پیامبر علیه السلام صحبتشان را در مورد عیسی علیه السلام برگرفته از آیات قرآن کریم که الله متعال به ایشان میفرستاد پیامبر علیه السلام صحبت کردن. از جمله مسائلی که در سوره مبارکه آل عمران آمده آیه
59 الله متعال میگه ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. مثل عیسی علیه السلام مثل مثل آدم علیه السلام هست، یعنی اینکه بدون پدر از دنیا آمده، بدون پدر به دنیا آمده عیسی علیه السلام مانند آدم. بله. برخی از معجزاتشان هم در قرآن کریم به تفصیل الله سبحانه و تعالی صحبت میکنه، هم در سوره مبارکه آل عمران و هم در سوره مبارکه مائده. در سوره مبارکه مائده اجازه بدین که در اینجا اشاره بکنم که در حقیقت این یعنی صحنه از روز قیامت است که الله متعال عیسی علیه السلام را مخاطب قرار میده، اگرچه در اونجا به شکل نعمت در سوره مبارکه آل عمران الله متعال نقل میکنه که و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیة من ربکم انی اخلق لكم من الطین كهیئة الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله الی آخر. در اینجا به شکل خطاب میاد که الله متعال پیامبرش عیسی علیه السلام را مخاطب قرار میده. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذكر نعمتی علیک وعلى والدتك واذ ایدتک بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحکمة والتوراة والانجیل. برخی از نعمت‌ها را الله متعال در اینجا بیان میکنه که تو را توسط روح القدس تو را قوت دادیم ما، و تکلم الناس فی المهد و کهلا تو را در گهواره و در حالت بزرگی و خوردی تو برای تو سخن گفتن یاد دادیم که تو مردم را سخن بگی. و اذا علمتک الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل و برای تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل را یاد دادیم. و اذ تخلق من الطین كهیئة الطیر باذنی و برای تو ما این قدرت را دادیم، این توانایی را دادیم که تو بتونی از گل پرنده بسازی و در او فتنفخ فیها فتکون طیرا باذنی و تو در اون نفخ بکنی و در اون به هر حال به تعبیر عامیانه ما چوف بکنی و آن روح در او دمیده بشه و به اذن و اجازه من، به اذن و اجازه من میگه الله باذنی، به اذن و اجازه من این کار اتفاق بیفته و آن زنده بشه، گل به شکل پرنده به وجود بیاید. و تبری الاکمع والابرص باذنی و تو برای تو این قدرت و توانایی را دادیم و برای تو این معجزه را دادیم که تو بتوانی شفا بدی شخصی که کور مادرزاد هست و پس مادرزاد هست باذنی، باز هم به اجازه الله سبحانه و تعالی، یعنی تو خدا نبودی که مردم تو را بعداً خدا گرفتن. بعد میگه و اذ تخرج الموتى باذنی و تو بودی که مردگان را زنده میکردی و آنها را به هر حال زندگی به اونها میدادی. همه اینها به اذن و اجازه الله سبحانه و تعالی است. یا در سوره مبارکه آل عمران الله میگه، باز در اونجا میگه باذن الله، باذن الله، اینجا میگه باذن، چون خودش الله متعال مخاطب قرار میده عیسی علیه السلام را. به هر صورت جناب استاد اینها حقیقت امر اینه که برخی از مسائلی بود که در مورد معجزات عیسی علیه السلام و همچنین در مورد معجزات عیسی علیه السلام باز هم در سوره مبارکه مائده آیه 112 الله متعال میگه اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. اینها حواریین عیسی علیه السلام برایش گفتن که هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، آیا خدایت توان این را داره که برای ما سفره از آسمان بفرسته، سفره غذا؟ حضرت عیسی گفت اتقوا الله، از الله بترسید این کنتم مؤمنین، اگر شما واقعا مؤمن هستید. خب اونها گفتن که نه، در ادامه در آیه بعدی میاد که گفتن نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. گفتن ما میخوایم فقط قلب ما مطمئن بشه و همچنین میخواین بدونین که واقعا تو راستگو هستی و همچنین ما از جمله کسانی باشیم که تماشا بکنیم و این سفره بیایه به زمین و بعداً برای مردم دیگه نقل بکنیم که همچون معجزه از عیسی سر زد. خب در ادامه میاد در آیه بعدی که الله سبحانه و تعالی میگه قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين، که بعداً میاد باز الله سبحانه و تعالی به اینها میگه از زبان عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام میگه اگر این سفره را خو الله میفرسته ولی شما متوجه باشید که باز انکار نکنید، انکار نکنید. هر کس که انکار بکنه عذاب میده الله متعال او را. خب یکی از این حواریون انکار میکنه و به شکلی از اشکال بگین که مرتکب این انکار عیسی علیه السلام میشه و فکر میکنه نعوذ بالله که شکل یعنی این سحر است و از این قبیل چیزها و الله متعال او را عذاب میده. و باز هم میبینیم ما در قرآن کریم در سوره مبارکه مائده، در سوره مبارکه نساء در سوره مبارکه نساء الله سبحانه و تعالی باز هم صحبت میکنه در مورد عیسی علیه السلام که میگه دفاع میکنه از مریم علیه السلام که میگه آنچه که به مریم علیه السلام نسبت دادن بهتانه
و بهتان بزرگی است. و همچنین اشاره میکنه به این که عیسی علیه السلام و ما صلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لهم، که بعدا ان شاء الله ما در بحث صلیب که برسیم باز به صورت تفصیل بیشتر صحبت میکنیم در این مورد که عیسی علیه السلام را الله میگه و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. عیسی علیه السلام نه کشته شده، نه به صلیب کشیده شده و نه هم او را اونها کشتند، بلکه این مسئله بود که بر اونها مشتبه شد، بر اونها پوشیده ماند که یکی از شاگردانش خب میگه که همان یهوذای اسخریاتی میاد حضرت عیسی علیه السلام را به دام یهودی ها میندازه، یعنی جایی که هست جاسوسی میکنه اون را میندازه به دام اونها و اون به صلیب کشیده بشه که بعدا ان شاء الله ما در بخش صلیب این را به صورت تفصیل صحبت میکنیم. حالا جناب استاد آنچه که در مورد عیسی علیه السلام چی به صورت تفصیل و چی به صورت اجمال، که برخی از اینها حقیقتا آیاتی بود که به صورت تفصیل الله سبحانه و تعالی مثل که در سوره مبارکه مریم آمده به صورت تفصیل الله صحبت کرده، و برخی از اینها مسائلی هست که باز به صورت اجمال آمده، به صورت اجمال یعنی اشاره شده، مثل که در سوره مبارکه آل عمران گفتیم که الله سبحانه و تعالی میگه که و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین الی آخر آیات که الله سبحانه و تعالی به طور اجمال در موردش صحبت میکنه و بعدا میاد آیات بعدی آن را تفصیل میده. و به هر صورت جناب استاد این دیدگاه برخی از آیات قرآن کریمه که اگرچه ما به صورت کلی نتوانستیم یعنی کل مسائل را بگیم و نمیتونیم، چون در بحث‌های بعدی مسائلی هست که نیاز است که باز در اونجا هم آیات قرآن کریم را بگیم که تکرار نشه برای بینندگان. فقط این دیدگاه کلی قرآن کریم در مورد عیسی هست که عیسی علیه السلام اولا فرستاده الله هست، پیامبر الله هست، بله پیامبر الله هست و دارای معجزات هست و مانند آدم علیه السلام با نفخ، بله مانند آدم علیه السلام که بدون پدر و مادر به دنیا آمده، عیسی هم بدون پدر به دنیا آمده. امر عجیبی نسبت به مسیحیت که به هر حال او را حتما باید نعوذ بالله فرزند خدا بخوانند نیست، که بعدا ان شاء الله ما به صورت تفصیل در این مورد هم صحبت میکنیم. عیسی علیه السلام رسول الله هست و بنده الله هست و الله متعال او را فرستاده و رسولا الی بنی اسرائیل، به سوی بنی اسرائیل فرستاده و همچنین الله سبحانه و تعالی برای عیسی علیه السلام یک سری معجزات داده. اینها معجزات و خوارق عادات هست. میدانید که خوارق عادات از جمله معجزه، از جمله آنها معجزه هست و این معجزات به اذن الله بوده، به اذن و اجازه الله متعال بوده و الله متعال به عیسی علیه السلام گفته این کار را بکن و عیسی علیه السلام این کار را کرده. در حقیقت الله سبحانه و تعالی میخواد که این کار انجام بشه، بنابراین این پیامبرش به عنوان یک وسیله صورت میگیره و الله متعال میگه که به اذنی، یا در اونجا حضرت عیسی خودش میگه به اذن الله، اینها به اجازه الله متعال و به اذن پروردگار سبحانه و تعالی صورت گرفته. پس بنابراین جناب استاد و تمام بینندگان عزیز و گرامی، این دیدگاه کلی قرآن کریم در مورد عیسی علیه السلام می باشه که از عیسی علیه السلام چنین تصویر زیبا و مجللی برای ما نشان میده، برخلاف مسیحیت که بعدا از کتاب مقدس و به خصوص از عهد جدید ثابت خواهیم کرد که چه چهره از حضرت عیسی علیه السلام تقدیم جامعه میکنه. که البته اینجا ما شاید خیلی جناب استاد شاید خود بیننده ها هم متوجه شده باشن که شما خیلی سریع گذشتین و اگر بخوایم به صورت تفصیلی از دیدگاه قرآن درباره عیسی علیه السلام صحبت کنیم شاید که دو برنامه بیشتر نیاز باشه، نه یک دو برنامه شاید تمام نشه. هر کدام از این آیاتی که ما خواندیم نیاز به تفسیر داره، به تفسیر داره بله که ما در موردش صحبت بکنیم. ولی به هر حال ما در مباحث دیگه باز حتما به آیات اشاره میکنیم. جناب استاد مش نمونه خروار، چون ما نمیتونیم که زیاد به این مسائل بپردازیم و بعدا ان شاء الله گفتیم که استفاده میکنیم از برخی از آیاتی که در طول برنامه ها در باب تسلیث و فدا و مسائل دیگه که مطرح میشه عقاید نصارا ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. امیدوار هستیم که آن از بیننده هایی که نصرانی هستند به دین نصرانیت، از دین نصرانیت تبعیت میکنن. جناب استاد می یک چیز اضافه بکنم و خودشان را محب و دوستدار عیسی علیه السلام میدانند. به صورت منصفانه و بی‌طرفانه صحبت‌های شما را شنیده باشند و از خلال آیات قرآنی پی برده باشند که دین اسلام و مسلمانان چه نظر درباره عیسی علیه السلام دارند. خب اگر از بحث معرفی عیسی علیه السلام از خلال آیات قرآنی بگذاریم، میریم به منبع دوم
قانونگذاری اسلامی یا تشریع اسلامی که سنت نبوی است. میخوایم باز هم حضرت عیسی علیه السلام از خلال سنت، از خلال احادیث پیامبر معرفی بکنیم و جایگاه عیسی علیه السلام در نزد مسلمان ها به معرفی بگیریم. جناب استاد، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد عیسی علیه السلام سخن زیاد رانده شده و برخی از احادیث در مورد فضیلت عیسی علیه السلام هست و جایگاه عیسی علیه السلام مثل که در قرآن کریم آمده و برخی دیگر از احادیث حقیقتا اخباری است که از آینده خبر میده که عیسی علیه السلام دوباره میآید و چی اتفاقی میفته. از جمله احادیثی که حقیقتا در فضیلت عیسی علیه السلام هست، حدیثی است در صحیح بخاری، حدیث 3443 که رسول الله علیه السلام از حضرت ابی هریره رضی الله عنه نقل میکنه که میگه رسول الله علیه السلام گفتن انا اولی الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخره، من اولاترین و نزدیکترین و بهترین فرد و حقیقت امر بگین دوستدارترین فرد برای عیسی علیه السلام هم در دنیا هستم و هم در آخرت. این حدیث گفتن حدیث 3443. بله، حدیث 3443 به نزد ما مسلمان ها صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم هست، کتاب صحیح بخاری. ای کاش کسایی که ادعای محبت به عیسی علیه السلام میکنن و خودشون پیرو عیسی علیه السلام میدانن برن مراجعه بکنن به کتاب صحیح امام بخاری و به حدیث 3443 که جناب استاد اجازه بدین من یک خاطره از امروز بگم یا از وقتی که میخواستم این احادیث را جمع بکنم. بله. یعنی این را جناب استاد اغراق نمی کنم، غلو و زیاده روی نمی کنم. و والله قسم جناب استاد وقتی که کتب حدیث را باز کردم که در این مورد ببینم چند تا حدیثی در مورد عیسی علیه السلام جمع آوری بکنم تا اینکه برای کسانی که واقعا دنبال حقن بگم که این احادیث در مورد عیسی علیه السلام آمده، مانده بودم که چیکار بکنم. سبحان الله کدام حدیث را بگیرم. اینقدر احادیث در کتب حدیث ما مسلمان ها به اندازه زیاد هست در مورد عیسی علیه السلام و اخباری که در مورد عیسی علیه السلام هست، یعنی غیر قابل شمارشه. حداقل ما در قرآن کریم گفتیم که 25 بار نام عیسی علیه السلام آمده، 13 بار هم لفظ مسیح آمده در قرآن کریم. اما در احادیث فکر نمی کنم که کسی تا حالا جمع کرده باشه که چند بار نام عیسی علیه السلام در احادیث صحیح، نه احادیث ضعیف و اینها خب بگذارین کنار، احادیث صحیح چند بار آمده، چون غیر قابل شمارشه که انسان بتونه اینها را شمارش بکنه که چند بار آمده. از جمله که این قول رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که پیامبر میگن انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخره، من نزدیکترین و مقدمترین فرد به عیسی علیه السلام هستم. یعنی ای تو مسیحی که خودت را، نصرانی که خودت را دوستدار عیسی علیه السلام میدانی، پیامبر ما محبوب ما صلی الله علیه و سلم میگن من نزدیکترین فرد برای عیسی هستم. من برای عیسی علیه السلام نزدیکترین فرد و مقدم هستم که عیسی علیه السلام را دوست داشته باشم و من مسلمان از توی نصرانی مقدمم بر این که عیسی علیه السلام را دوست داشته باشم. من مقدمم، من پیشم، من باید عیسی علیه السلام را دوست داشته باشم، چون عیسی علیه السلام را توهین نمی کنم. به عیسی نمیگم فرزند خدا، به عیسی نمیگم خدا، بلکه عیسی علیه السلام را در مقام و جایگاهی که الله او را فرستاده او را میشناسم و به او احترام دارم و او را نبی از انبیاء الهی میدانم. چگونه میشه که و حتی او را از پیامبران اولوالعزم میدانم که در قرآن کریم نامهای اونها آمده. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم، نوح علیه السلام، ابراهیم، موسی و عیسی، این 5 نفر از اولوالعزمن. چگونه میتوانیم ما حقیقتا عیسی علیه السلام را دوست نداشته باشیم؟ حالا رسول الله علیه السلام در اینجا میگن انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخره، من نزدیکترین فرد برای عیسی علیه السلام و مقدمترین فرد به عیسی علیه السلام هستم، هم در دنیا و هم در آخرت. سبحان الله. هم در دنیا و هم در آخرت. و بعد در ادامه رسول الله علیه السلام میفرمایند والانبیاء اخوة لعلات، انبیا همه برادران پدری هستند، یعنی از یک پدرن، برادران علاتی. ما برادران اخیافی داریم، برادران علاتی داریم، برادران اعیانی داریم. بله. خب هر کدام از اینها از خود باز تفصیلات داره که اعیانی از پدر و مادر، علاتی از پدر هست از مادر نیست و اخیافی از مادر هست از پدر نیست. حالا اینجا رسول الله علیه السلام میگن همه انبیا علیهم السلام والانبیاء اخوة لعلات امهاتهم شتا و دینهم واحد،
مادرانشان متفاوتن ولی دینشان یکیست. یعنی دینشان یکی هست، فرق نمیکنه. چگونه میشه که یک مسلمان مثلا به عیسی علیه السلام از یک منبع و یک مصدر الهام میگیرن، وحی میگیرن. حتی ما در کتاب مقدس هم شبیه این داریم که انشاءالله بعدا آن را در بحث بشارت ها و مژده های آمدن رسول الله علیه السلام عرض خواهیم کرد که منبع اینها یکیست و ما به صورت تفصیل در اونجا صحبت خواهیم کرد انشاءالله. حالا جناب استاد، ما اعتقاد و باور داریم از احادیث رسول الله علیه السلام که عیسی علیه السلام در آخر الزمان به زمین نزول میکنه. خب این بحث حدیث خیلی جناب استاد گرامی خیلی جالب بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بگن خب کی میتونه که بگه که ما نسبت به تو از برادرت کردن نزدیکتر هستم؟ یعنی وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که من مقدم ترین و اولادترین فرد به عیسی علیه السلام، چون رسول الله علیه السلام میدیدند و ما هم فعلا میبینیم که این کسانی که خودشان را نصرانی میگن حتی به همین کتاب تحریف شده خود هم محکم نیستند. فقط از نام عیسی علیه السلام یک سوء استفاده میشه. نام عیسی علیه السلام، عیسی یعنی نجات دهنده و خلاص میچسبند که والله عیسی نجات میده و دیگه فرق نمیکنه که شرایع دین عیسی علیه السلام مرعات بشه یا نشه. المهم این که خودشان به یک چیزی برسند، نه این است و نه آن است، بلکه لقمه نان است، دنبال لقمه نان بگردن و خلاصه یک چیزی به دست بیارن و غربی ها اونها را تشویق و ترغیب بکنن به طرف این کار، تا این که حداقل بتونن ادیان دیگر را برای خودشان متواضع بکنن، فروتن بکنن و کسی دیگر در برابر دینشان حرف نزنه و در برابر استعمار آمریکا و استعمار کشورهای غربی کسی دیگه نتونه ایستادگی بکنه. همین فقط هدفشان اینه. وگرنه اگر شما امروز جناب استاد یک سری به کلیساها بزنید، حالا هر کلیسایی که میخواد باشه، کلیسای کاتولیکی میخواد باشه، کلیسای ارتدوکس میخواد باشه، کلیسای پروتستان ها میخواد، هر کدام که برین شما جناب استاد نمیبینیم اصلا از عیسی علیه السلام یک مجسمه ساختن به نام صلیب و خلاص همان را عبادت میکنن. دیگه این که دین عیسی علیه السلام حتی همین کتاب تحریف شده هم متاسفانه در میانشان نیست و ما برخی از مسائل را نشان دادیم در طول برنامه ها که اینها حتی به همان هم عمل نمیکنن و نمیگن برای مردم. حالا به هر صورت جناب استاد، ما وقتی میبینیم و پیامبر علیه السلام هم میدیدن که اینها حتی به دین خودشان هم پایبند نیستند، بدون شک ما مسلمان ها خیلی نزدیکتریم به عیسی علیه السلام نسبت به نصرانی هایی که امروز ادعا میکنن که ما دوستدار مسیح هستیم. خب میریم به حدیث بعدی. بله، حدیث بعدی جناب استاد دلالت بسیار قوی داره پیرامون این که عیسی علیه السلام در آخر الزمان نزول میکنه و میایه در دمشق، طبق که در برخی از روایات صحیح آمده، آنچه که در صحیح مسلم آمده در حدیث شماره 2937 میگه که یعنی حدیث خیلی طولانی هست. کسانی که میخوان بیشتر معلومات پیدا بکنن، قضیه دجال در اونجا مطرح میشه و مسائل دیگری و آمدن عیسی علیه السلام، صحیح مسلم حدیث 2937. اینجا در ادامه حدیث که بنده بخش کوتاهی از حدیث را گرفتم، میگه که اذ بعث الله المسیح ابن مریم فینزل عند المناره البیضاء شرقی دمشق. میگه در اونجا همان مناره سفیدی که هست در شرقی دمشق، الله متعال عیسی علیه السلام را نازل میکنه و میفرسته. عیسی علیه السلام از آسمان با آنجا نزول میکنه و با آنجا میاد پایین میشه. بعدن که چی اتفاقات میفته، حالا بگذارین که برخی از احادیث رو در اینجا به خدمتتان عرض کنم. در کتاب صحیح بخاری حدیث 2222، خب برابر 2222 و صحیح مسلم حدیث 155 آمده از ابی هریره رضی الله تعالی عنه که میگه پیامبر علیه السلام گفتن والذی نفسی بیده، قسم به آن ذاتی که جان من محمد صلی الله علیه و سلم در قبضه و قدرت اوست، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا. پیامبر میگن نزدیک است که عیسی پسر مریم علیه السلام و علیهم السلام فرستاده بشه در میان شما حکم مقسطا، امام عادل و حاکم عادلی که در میان شما عدالت بکنه. خب چیکار میکنه این عیسی علیه السلام؟ امام عادلی به نام عیسی فرستاده میشه، الله متعال را میفرسته و رسول الله علیه السلام میگن لیوشکن، زود است، یعنی نزدیک است که این کار اتفاق بیفته، که ان شاء الله امیدواریم که ما هم زنده باشیم و عیسی علیه السلام را ببینیم. چیکار میکنه؟ فیکسر الصلیب، اول صلیب را میشکنه، صلیبی که از دروغ برایش نسبت داده شده که گویا
این همان جسد عیسی هست یا تمثیلی از جسد عیسی علیه السلام هست که برای صلیب اینها عبادتش میکنند. نعوذ بالله. و یقتل الخنزیر، خوک را میکشه، و یدع الجزیه، و جزیه را دوباره میگذاره، قرار میده بر یهودی ها و نصرانی ها، از اونها جزیه میگیره چون بر اساس دین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنه. یعنی عیسی علیه السلام وقتی دوباره فرستاده میشه بر اساس دین جدید فرستاده نمیشه یا بر اساس دین سابقش که بر اساس انجیل بوده فرستاده نمیشه، بلکه مثل مبلغ دین رسول الله علیه و سلم و امامی از ائمه مسلمین فرستاده میشه. خب و یفیض المال حتی لا یقبله احد، و مال چنان زیاد میشه، چنان سرازیر میشه، ثروت و دارایی که کسی دیگه نیست که آن را بگیره، دیگه فقیری باقی نمیمانه از بس که مال زیاد میشه. حالا این حدیث جناب استاد در صحیح بخاری و هم در صحیح مسلم هست و متفق علیه می باشه و همچنین در بقیه کتب حدیث هم این حدیث وجود داره. یعنی جالب است که اولین کاری که گفتن میکنه صلیب را میشکنه. صلیب را میشکنه، بله. ما جناب استاد حقیقت امریه که ما معتقدیم و خوک را، گوشت خوک را گفتیم، خوک را میکشه، خوک را میکشه. بله. جناب استاد حقیقت امریه که ما معتقد و باور داریم بر این و اعتقاد ما قوی و جازم هست بر این موضوع که آنچه که امروز به نام عیسی علیه السلام انجام میگیره حقیقتا این دین عیسی علیه السلام نیست، بلکه توهین است به عیسی علیه السلام، مثل که آنچه امروز نسبت داده میشه به ائمه بزرگوار اهل بیت هیچ نسبتی یعنی روافض به اینها ندارن، بلکه یک توهین است. این نسبت خودش توهین است، این نسبت که اینها بگن اینها ائمه ما هستن و این نسبت که مسیحیت بیای بگه که نصرانیت بیای بگه عیسی علیه السلام پیامبر من است، این نسبت خودش توهینه به عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام از اینها کاملا بیزار بوده و هست و خواهد بود. اولین کاری هم که میکنه صلیب را میشکنه و کار دیگری که میکنه اینه که بر اینها جزیه میگذاره، جزیه بر اینها میگذاره. خب به هر صورت جناب استاد این یکی از یا برخی از مسائلی بود که بعد از اینکه عیسی علیه السلام فرستاده میشه و عیسی علیه السلام به روی زمین نزول میکنه این کار را انجام میده. کار دیگری که عیسی علیه السلام میکنه مسئله کشتن دجال هست. شما میدانید که دجال یک فتنه هست. بله. و اگر یادتان باشه ما در اول برنامه هم به حدیث اشاره کردیم که رسول الله علیه السلام در نمازها میگفتن اللهم انی اعوذ بک من فتنه المسیح الدجال. بله. یا الله به تو پناه میبرم از شر فتنه مسیح دجال. خب اون بحث دجال خودش طولانی هست که این قدرت هایی به او داده میشه که میتونه یک فرد را زنده بکنه، یک فرد را بزنده بکنه، یک فرد را بمیرانه و خیلی دیگه از مسائلی که در مدت بسیار کم میتونه کل زمین بگرده که یکی از اطلاقاتی که بر اون مسیح میشه همینه. یعنی یکی از اطلاقات اینه، به خاطر این هم میگوین و به خاطر اینکه چشمش هم مالیده هست و جای چشم هست ولی چشم نداره کوره، به این واسطه هم به اون مسیح یا ممسوح العین میگن. خب به هر صورت جناب استاد این دجال میای فتنه در روی زمین برا میاندازه که سبحان الله، یعنی واقعا وقتی انسان به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و برخی از علامات قیامت مراجعه میکنه و نشانه های قیامت را در اونجا مراجعه میکنه میبینه، واقعا انسان به لرزه میفته که سبحان الله یا الله ما را نجات بده از شر این فتنه بزرگ که خیلی ها میبینین که متاسفانه پیروانش میشن و به دنبالش میرن، از آن پیروی میکنن. دوزخی داره، بهشتی داره، بله مردم را داخل بهشت و دوزخ خود میاندازه و به تعبیر خودش و در احادیث آمده که هر کسی که به دوزخ خود میاندازه و به بهشت الله میره، هر کسی را که به بهشت خود میاندازه به دوزخ الله میره، یعنی مخالف کلا. خب عیسی علیه السلام میایه، وقتی که میایه این کافر را میکشه، این دجال را میکشه که در حدیث آمده که خب پایین میشه و دنبال این دجال را میگیره حتی یدرکه بباب لد، تا اینکه او را به باب لد او را در میابه، او را در منطقه دروازه لد، بله او را در میابه. فکر میکنم که در دمشق باشه یا اگر اشتباه نکنم در فلسطین یا دمشق، والله دقیق یادم نیست که در کدام یک هست. میگه فیقتله، او را میکشه. عیسی علیه السلام او را میگیره و در همان جا او را میکشه، در باب لد او را در میابه و در همان جا میکشه. این کار را کی انجام میده؟
عیسی علیه السلام. و در برخی از روایات آمده که عیسی علیه السلام وقتی فرستاده میشه، وقتی بحث امامت میشه که کی امامت نماز بده، عیسی علیه السلام میگه یکی از امت رسول الله علیه السلام امامی از ائمه مسلمین را جلو میکنه، میگه تو نماز بدی، تو نماز بخوان، و عیسی علیه السلام پشت سرش اقتدا میکنه. چون گفتیم که عیسی علیه السلام با دین جدید نمیآید، بلکه با دین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و در حقیقت میآید و الله سبحانه و تعالی او را رحمتی برای مسلمین میفرسته تا اینکه این کارها را انجام میده. به هر صورت اگر چی برخی از روایاتی هم آمده، برخی از روایات ضعیفی در این مورد آمده که گویا بعداً فوت میکنه و در کنار رسول الله علیه السلام دفن میشه، که این حدیث حقیقتاً یعنی روایتی آمده ولی این روایت اینقدر نیست که سندش قوی باشه و به اون بشه انسان اعتماد قوی بکنه و سندش به اندازه‌ای نیست که بشه به اون انسان استناد بکنه. اینها هم برخی از احادیث است که جناب استاد در مورد عیسی علیه السلام آمده که باز اگر وقتی بود ان شاء الله باز بیشتر هم در موردش خواهیم تشکر از شما جناب استاد گرامی. باز هم یک میان برنامه را همراه با بیننده های عزیز و گرامی میبینیم، اما قبل از این میان برنامه متذکر میشم که انشالله پس از دیدن این میان برنامه نوبت به شما عزیزان میرسه و شما میتوانید در ارتباط با موضوع که جناب استاد پیرامونش صحبت کردن در ارتباط به تعریف مسیحیت و شناخت عیسی علیه السلام از خلال آیات قرآن کریم و از خلال احادیث نبوی اگر صحبت دارین، سوال دارین و پرسش دارین، پرسشتان را پس از این میان برنامه انشالله مطرح کنین. با ما همراه باشید. خب بینندگان گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم و دوستان گرامی در اتاق کنترل تلفن های برنامه را زیرنویس خواهند کرد تا صحبت های شما گرامیان را داشته باشیم. اما قبل از اینکه سراغ تماس های شما عزیزان بریم، جناب استاد عبدالرحمن فاتح قبل از میان برنامه داشتن حضرت مسیح علیه السلام را از خلال آیات قرآن کریم به معرفی گرفتن که دیدگاه مسلمانان نیز عین دیدگاه قرآن است، چون منبع و مصدر دین اسلام و تشریع اسلامی قرآن کریم و سنت نبوی است. و همچنین عیسی علیه السلام را از خلال برخی از احادیث نبوی به معرفی گرفتن، از آن جمله حدیث 3443 که در صحیح امام بخاری آمده و در ارتباط به اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به همه کسان به عیسی علیه السلام اولاتر و مقدمتر هستند و نزدیکتر هستند، و همچنین به حدیث 2937 صحیح مسلم اشاره کردند و همچنین به حدیث متفق علیه بین امام بخاری و مسلم که در صحیح امام بخاری تحت شماره 2222 آمده و در صحیح مسلم حدیث شماره 155 است اشاره کردن. و در این حدیث مفهوم حدیث این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که نزدیک است که عیسی علیه السلام فرود بیایند و در حقیقت دین پیامبر ما، پیامبر گرامی اسلام را تبلیغ بکنند به عنوان یک حاکم عادل و به عنوان یکی از ائمه مسلمانان بیایند و صلیب میشکنن و جزیه را دوباره احیا میکنن و همچنین
خوک را میکشن و بالاخره دجال را میکشن در بابلود که جناب استاد اشاره کردن و البته بابلود جناب استاد فکر کنم گفتین در فلسطین است بعدش در خلال بحث. خب دوستان گرامی، این بود برخی از صحبت هایی که جناب استاد عبدالرحمن فاتح قبل از میان برنامه در ارتباط به معرفی حضرت عیسی علیه السلام از خلال آیات قرآن کریم و احادیث گوهربار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کردند و میریم سراغ تماس‌های شما عزیزان. دوستان گرامی در اتاق کنترل اگر تماس‌های هست و بیننده‌های عزیز و گرامی آماده هستند که تماسشان بگیریم. خب تا این برقرار شدن تماس ها ما برمیگردم خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح. جناب استاد فاتح، البته شما در خلال صحبت‌هایتان اشاره کردین که شما گفتین نام عیسی علیه السلام در آیات قرآنی 25 بار تکرار شده یا 25 بار از حضرت عیسی علیه السلام لفظ عیسی علیه السلام لفظ عیسی یاد شده در قرآن و در احادیث گفتین احادیث بیشمار داریم و حتی گفتین که من میرام منم که به کدام احادیث مراجعه کنم. شما اینجا به 3 حدیث از احادیث گوهربار پیامبر اسلام صلی الله علیه و از صحیح بخاری و صحیح مسلم و همچنین حدیث متفق علیه اشاره کردن. اگر به چند حدیث دیگری هم اشاره کنین تا این برقراری تماس‌های بیننده‌های عزیز و گرامی. جناب استاد، یک حدیث دیگه در کتاب صحیح بخاری هست که رسول الله علیه السلام میگن هر انسانی که متولد میشه یطعن الشیطان فی جنبه باصبعه یا باصبعه، هر دو درسته، حین یولد. بله. میگن هر انسانی که متولد میشه شیطان یک انگشت میزنه به جانش. بله. یا در روایت دیگه به صورت صریح تر میاد که رسول الله علیه السلام میگن که هیچ مولودی نیست که متولد بشه الا یمسه الشیطان حین یولد، مگر اینکه شیطان رو مساس میکنه وقتی که متولد میشه. و حتی در برخی از روایات آمده که همین سر و صدایی که طفل میکنه از اثر مس شیطان یا ضربه شیطان هست. ولی در این اخیر این احادیث جناب استاد جالبه که میایه که غیر عیسی ابن مریم، به جز عیسی پسر مریم علیه السلام و همچنین مادرش مریم و فرزندش عیسی علیه السلام از این قاعده مستثنا هستند و در این حدیث به صورت صریح آمده. تشکر جناب استاد. اگر اجازه بدین من برم سراغ بیننده چون تماس‌ها برقرار شده. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. بله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ مادر محمد عظیم هستم از کابل تماس بدین. خواستم از برنامه زیبای شما تشکر کنم که واقعا این برنامه زیبای شما و ما بسیار زیاد از برنامه شما یاد گرفتیم. انشاءالله خدا شما را جلوی خیر بده. نه تنها که عیسوی ها را به شما روشنگری میکنین، مسلمان ها هم چند از برنامه زیبای شما مستفید میشن. امین تشکر. جزاکم الله خیرا. تشکر خواهر گرامی از شما و از نظرتان و امیدوار هستیم که مطرح کردن همچو مباحث باعث هدایت و راهنمود برخی از کسانی که فریب مزعومین به دین مسیحیت خوردن شود. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت اساتید بزرگ و محترم، من احسانم از ایران تماس میگیرم خدمتتون. آقا احسان بفرمایید در خدمتتون هستم. من فقط یک کوچولو صحبت کنم. من وقتی که خارج از کشور بودم یک کلیسای انگلیسی تو اون شهری که من بودم میرفتم. خلاصه من تنها ایرانی بودم بین اون همه مسیحی و هم سناشون بالا بود. من همه اونا رو پدر و مادر حالا اونجا خطابشون میکردم. کلیسا میرفتین گفتین جناب برادر گرم؟ آره قبل از اینکه الله جل و جلاله من هدایت کنه با همون فکر و همون فکری که توی کشور خودم از اون مکتب شیعیسم و از اون خدا داشتم، خلاصه اونجا که رفتم کلیسای انگلیسی که خودم تنها ایرانی بودم که اونجا میرفتم،
اونام خیلی منو دوست داشتن، منم خیلی احترام بهشون میذاشتم و اونا رو پدر مادر خطاب میکردم. خلاصه یه کلیسا ایرانی هم بود، اونم هفته یه بار بعضی وقتا میرم. بعد از اینکه معجزاتی پیش می اومد و خداوند جل و جلاله یواش یواش نور هدایت رو تو قلب من بیشتر میکرد، من قرآن باز میکردم و میدیدم که الله جل و جلاله چقدر زیبا و سریع صحبت کردن که ما لهم بهی علم ولا لآبائهم، نه خودشون به این گفته ایمان دارن و نه پدرانشان. خب من تو کلیسا میدیدم، عجیب این بود که قشنگ میتونستی متوجه بشی که هیچ کدومشون اصلا وجود خدا رو احساس نمیکنن. حتی اینی که بعضیشون به من میگفتن این که ما حتی از کلیسا اومدن هم هیچ هدف خاصی که بگین ندارم. همینطور که جناب استاد گفتن اینا حتی همون حاضر حتی نمیتونن اون انجیل تحریف شده هم بهش عمل کنن. چرا اینکه هرگز انسان با انجام دادن گناه کبیره نمیتونه یه انسان موفقی باشه. حالا از اون بحث توحید هم بگذریم. عجیب بود، حتی یه ایرانی اونجا بود، این بعضی وقتا حتی تو اون کلیسا ایرانیه میگفت این که یک بار به اسلام توهین کرد و گفت که من حتی کتابی میخوام بنویسم ضد اسلام. خلاصه فرصت پیش اومد و با من ایشون که اسمشون فریدون نامی بود و صحبت کردم و کتابی در مورد ضد اسلام میخواست بنویسه. گفتم خلاصه صحبت کرد، گفت من میدونم اصلا اسلام یه چیز دروغه. گفتم خب از چه لحاظ؟ گفت میدونم امام زمان وجود نداره. گفتم ببین برادرم شما باید یه کتابی بنویسید در مورد مکتب شیعیسم. یعنی نه تنها ایشون بلکه خیلی‌ها اصلا نمیدونن اسلام چه دینی هست. اسلام اصلا با همون اعتقاداتی که از بچگی توی ایران داشتن اومدن بیرون و حالا سمت مسیحیت رفتن به خاطر حالا اون خونه‌ای که بهشون دادن، حالا یا یک کلیسای اسپشیالی مثلا خصوصی به اونا دادن که حالا یه جوری احساس قدرت بیشتر کنن نسبت به بقیه ایرانی‌ها. ولی خلاصه من به همین ایشون صحبت کردم، گفتم شما الان دارید درس مسیحیت میخونی، داری میری که یه روحانی بشی، یه کشیش بشی، یه پاپ بشی، اما توی رفتار و اعمال شما من بسیار کارهایی رو میبینم که ضد انسانیته. از دین بگذریم از انسانیت دوره. شما در عین واحد اینجا پیش من هستید دارین غیبت میکنید، بدی انسانها رو میگید، کارهای درستی انجام نمیدید و تو زندگی شخصی این انسان وقتی نگاه میکردی میدید این انسان داره هلاک میشه. یعنی از لحاظ روحی، روانی، عصبی این انسان داره هلاک میشه. بعد چنین انسانی که خودش قادر نیست که حتی اون زندگی خودش رو به روال یه زندگی نرمال برای خودش درست کنه، بعد میخواد کتابی بنویسه یک دین رو رد بکنه. متاسفانه فکر میکنه اسلام همون آخونده هستن. اسلام همون کتابی میخواد بنویسه مثلا در مورد سیغه و امام زمان که اینا همه دروغن. گفتم برادر شما باید کتاب بنویسید در مورد مکتب شیعیسم نه اسلام. و اینی که خیلی کم وقت خیلی میخواستم با هموطنام صحبت کنن. متاسفانه اونا این ظاهر این قضیه رو میبینن، سری حالا شوهری، نامزدی، خواهری، برادری، اونا میان خارج از کشور بدون هیچ تحقیقی سمت این مکتب، سمت این راه منحرف میان و متاسفانه خانواده خودشون به باطلاق و به جهنم میکشونن. من یادم صاحب یکی از همون کلیسای ایرانی، البته این میگم صاحب یعنی کسایی بودن که این کلیسا دست اونا داده شده بود، متولیش بودن، ساپورت میشدن. آره درود الله بر شما، متولیش بودن. خلاصه در اومد ایشون اسمشون سیما خانم بود و یه کلیسایی که دونکستر دستشون بود و در اومد گفت این که من تونستم تو این سفری که تهران رفته بودم تونستم مادرم هم مادری که سکرات موتش میرسه فقط آخرین حرفاشو داشته میزده، یعنی باعث میشه مادرش هم به جهنم کشونده بود متاسفانه. یعنی اومد گفت که حالا تعریف میکرد، میگفت تونستم این مژده مسیحیت و دمدمای آخر مادرم بهش بگم و خیلی خوشحال بود. جالب اینجاست که این آدما همه داشتن نابود میشدن، یعنی حتی خودشون متوجه میشد اینا لحظه احساس آرامش ندارن. وگرنه شما من حتی این 3 سال که خداوند خواسته شروع دعوت کردم تقریبا چندین ماه پیش بود با یکی از همین شبکه‌های مسیحی تماس گرفتم. خلاصه من صحبتم این بود، گفتم ماها از هر دینی رو که کنار بذاریم به عنوان یک انسان صاحب عقل چطور میتونیم اون خالق یکتا، اون خداوندی که تمام این آسمان ها و زمین رو آفریده، یک بشر، یک انسان اینو فرض کنیم؟ سبحان الله. عجیبه. از هر دینی که ما بخوایم بگذاریم این خیلی
آسون ما میتونیم اینو بفهمیم که قطعا این هدف از این دنیا آیا این بوده که ما انسانی بیاد روی زمین و بخواد این تقاص گناهان تمام بشریت رو پس بده با اون مجازاتی که میشه و بعد تمام ما رو به هیون ببره. The Jesus coming taking us. این حرفی که میزنن حضرت عیسی که درود الله بر اون باشه، میاد همه ماها رو جمع میکنه و میبره توی هیون. این چه فکریه، چه استدلال اشتباهی هست؟ تشکر. اصلا ما از هر چیزی که از هر ویوی که بخوام به این دیدگاه نگاه بکنم. خلاصه اینو جناب استاد خیلی متشکرم. یه فانم بگم، من یکی از همون دوستام حبیب بود، بچه افغانستان، وقتی خارج از کشور، اینا یکی از بهترین دوستای من بودن. حبیب بود بچه افغانستان بود، علی بود بچه لیبی بود، یه دونه علی دیگه بود بچه ارتریا سومالی. خلاصه اینا بعد ما زیر سایه لا اله الا الله با هم غذا توی سفره غذا می‌خوردیم و با هم توی انگلستان با هم نماز می‌رفتیم، مسجد می‌رفتیم و اینی که بعضی وقتا دوستان به من میگفتن احسان اگه الله هدایتت نکرده بود یه پاپ بزرگ می‌شدی. اینو به فان به من میگفتن. استغفرالله. الحمدلله الله هدایتم کرد. و تشکر آقای احسان گرامی. تشکر از شما. واقعا چنانه که شما اشاره کردین، بدور از مسائل دین و آموزهای دینی، اگر انسان یک لحظه عقل و خرد خداداد را به کار بیاندازه و ازش استفاده کنه، به حقیقت الله تعالی و به وحدانیت الله متعال ذات یکتای بی همتا پی میبره. تشکر از شما برادر گرامی. سلامت باشین برادر گرامی. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. بفرمایید برادر گرامی. بیننده گرامی صدایتان خیلی پخش است، میشه صدایتان اندکی بلند کنین؟ بله. برادر خسته نباشید. فرهادم از ایران. سلامت باشین. فرهاد؟ بله. بفرمایید برادر گرامی. خدا قوت خدمت شما و برادر عزیزمون برادر فاتح. تشکر. در این روشنگری خسته نباشید. خدا قوت. من یه دعایی میگم، شما هم آمین بگید. بفرمایید. انشاءالله که این امام زمان همونطور که برادر عبدالرحمن فرمودن که ائمه از مسلمین خواهد شد، همین حضرت عیسی علیه السلام. انشاءالله اون دجالی که قرار، من اینجوری شنیدم، حالا مطمئن نیستم که درسته یا نه، از با شمشیر بر پیکر این دجال خواهد زد و از وسط او را نصف خواهد کرد، یعنی بر پیکر اون میزنه این دجال. من دعا میکنم انشاءالله این دجالی که قرار مردم رو به بیراهه بکشونه، که همین الان هم به بیراهه کشونده، مطمئنم همین خامنه ایه و انشاءالله که اون باشه، اون حضرت عیسی بر پیکر این خامنه ای از بالا همچون شمشیر بزنه که دو نصف بشه، دیگه شرش از سر اسلام و مسلمین کم بشه انشاءالله. آمین. بیشتر از این وقت شما را نمیگیرم. تشکر از شما. تشکر از شما بیننده گرامی. آقا فرهاد، واقعا آقا فرهاد پرواضح بود که خیلی درد داشتن و از جنایاتی که داره رژیم ولایت فقیه در کشورهای مختلف اسلامی به خصوص در سوریه مرتکب میشه واقعا خیلی درد آور است و خداوند زودتر شر این دجال را از سر مسلمانان دور کند. خب از وقت برنامه ما 3-4 دقیقه بیش نمانده. جناب استاد گرامی برمیگردم خدمت شما و اگر متوجه شده باشید برادر گرامی ما احسان صحبت‌های خیلی جالبی داشتن و جمله صحبت‌هایشانی بود که گفتن مسیحیایی که در کشورهای غربی هستند از مسیحیت، از نصرانیت هیچ اطلاعی ندارند. فکر نمی‌کنین جناب استاد گرامی که کسایی که مسلمان هایی که میرن به غرب و کشورهای غربی، کشورهایی که در اونجا
بالاخره نصرانی ها حکمرانی میکنن مسئولیت بس بزرگ دارن برای راهنمایی مردمی که اصلا از دینی که ادعا میکنن دین هست اطلاعی ندارن. استاد حقیقتا حرفای آقای احسان عزیز برای من خیلی یعنی واقعا متاثر کننده بود و متاسف کننده، متاسفانه باید بگم که یک فردی که یعنی واقعا خودش را اهل علم میدانه و فکر میکنه که پژوهشگره و دنبال تحقیقات، فقط از اسلام برداشتی داره که یک کتله کوچک و یا یک گروهک بدعتی که به نام روافض هست فکرش در مورد اسلام همینه، این واقعا یک ظلم، یک جفای جناب استاد. فردی که با آقای احسان گفته بله. میخوایم چیزی بنویسیم، حالا شبیه این افراد زیادن جناب استاد. ما متاسفانه در ایران و زیاد داریم. متاسفانه امروز برخی از شبکه‌های مسیحی که کار میکنه در رأس آنها رؤسای آنها ایرانی‌های مسیحی شده هستند که در اصل آنها مسلمان بودند، ولی این دین رافضی خبیث چنان خرابکاری کرده که از اسلام دیگه چیزی نگذاشته. ما وقتی جناب استاد ببینین مسلمان ها رو ببینین، انصاف مسلمان ها رو ببینین، بی‌انصافی اینها رو ببینین. ما در قرآن کریم آیه داریم که الله متعال میگه ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، شما را باعث نشه و شما را نکشه دشمنی قومی، دشمنی گروهی که در حق او عدالت نکنید، بلکه عدالت را بکنید، انجام بدید عدالت را، حتی این که اگر دشمن شماست. ما وقتی از مسیحیت حرف میزنیم به کدام دشمنی نداریم، از کتاب مقدس حرف میزنیم و گروه ها و فرقه های مسیحی را هم بیان میکنیم که این فرقه این عقیده را، این فرقه این عقیده را داره، این فرقه این عقیده را داره. اما این بی‌انصافیه که ما بیایم مثلا مسئله امام زمان و مسئله متعه و صیغه و امثال اینها رو به اسلام ربط بدیم و بعد خواسته باشیم که بر علیه اسلام حرف بزنیم از طریق این و از کانالی که ما قبلا یک فکر تقلیدی داشتیم، از اجداد خود فکر تقلیدی داشتیم، یا از آخوند که به پای منبرش نشسته بودیم 4 تا دروغ به خورد ما داده، فکر بکنیم اسلام همینه. بعد وقتی که از دین گشتیم از اسلام منحرف شدیم، بعد آنجا شروع بکنیم به این که والله اسلام این را گفته، اسلام اون را گفته، در حالی که اسلام اصلا خبری نداره از اینها. اسلامی جاگهی نداره از اینها. جناب استاد من همین را میگم که وقتی که یک فرد خودش را، حالا جالب بر اینه که این نفر میخواد کتاب بنویسه، حالا پس معلومه که این نفر خودش را اهل تحقیق میدانه که میخواد کتاب بنویسه، وگرنه یا شخصی که میه مثلا به عنوان یک کشیش که حالا قبلا یک آخوند بوده، یک به هر حال از خانواده یک آخوند بوده، حالا آمده در یک شبکه میشینه و کسی و شده این نفر کشیش مسیحی، کشیش شده، آخوند شده، آخوند مسیحی شده. قبلا منبری بوده حالا شده آخوند مسیحی. خب بیاید دروغ بگه و اسلام دروغ ببنده و از کانال مذهب گذشتهش بیای اسلام را بسنجه، این واقعا جناب استاد یک ظلم، یک جفا. و حرفهای برادرم آقای احسان عزیز واقعا برای من هم درس داشت که واقعا از برخی حرفایشان و تجربیات ایشان میشه استفاده بکنم، و همچنین مرا متأثر کرد که چگونه میتونه یک فردی خودش را واقعا صاحب عقل بدانه و صاحب دانش بدانه و اهل پژوهش بدانه، بعداً بیایه اینگونه در مورد یک دین و اینگونه در مورد یک فرقه‌ای که حالا تو یک فرقه حساب بکن به تو همچون قضاوتی بکنی. واقعا این قضاوت بسیار خصمانه هست و قضاوتی که غیر قابل تحمل و قضاوتی که ناعادلانه کاملا. و ما از تمام عزیزان میخوایم چی مسلمان چی غیر مسلمان حداقل عدالت داشته باشیم در هر موردی، قضاوت در مورد هر گروه و هر فرقه و هر شخصی که میکنیم عدالت داشته باشیم. تشکر جناب استاد گرامی، استاد عبدالرحمن فاتح که باز هم در این برنامه حاضر شدید و در ارتباط و تعریف نصرانیت و همچنین شناخت حضرت مسیح علیه السلام و جایگاه حضرت مسیح علیه السلام از خلال قرآن کریم و آیات از خلال قرآن کریم و احادیث گوهربار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توضیحات خدمت بیننده های عزیز و گرامی ما ارائه کردین. امیدواریم که آنچه که گفتین در میزان حسنات و ترازوی حسنات شما حساب شود و آنچه را که ما و بیننده های عزیز و گرامی شنیدیم در میزان حسنات ما حساب کنه و این حرف ها و گفته ها و سخنان شما باعث هدایت آنانی که گمراه هستند و گمراه شدند شود. و البته بحث ما در ارتباط و نصرانیت همچنان ادامه خواهد داشت
و منتظر قسمت های بعدی برنامه و جلسات بعدی برنامه ما باشید. تا آن دم و لحظه همه شما عزیزان و سروران را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.